أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند مهربان، هر یک ما مسافران دور از وطن را در حفظ و امانت خود نگه داره و برای کار و رزق روزی حلال نصیب من گرداند. بنده امروز خواستم یک چند سخن برای برادران و خواهران دور از وطن بیان کنم. برادران و خواهران اعلی قدر من، متاسفانه امروز میبینیم که بسیار مردم هموطن ما برای مال و دنیا شده یکی تیار است که دیگر هموطن خود را به چاه پرتاید. پیش از آن که به یک کار خطای دست میزنی، اول خوب اندیشه کن از هر یک اعمالی که ما تو اجرا میکنیم، از هر یک اعمال بدی که ما میکنیم، از هر یک اعمالی که خوبی که ما میکنیم، الله تبارک و تعالی در هر دقیقه و در هر ثانیه و در هر لحظه حیات ما تو از همه این با خبر است. به حرمت خداوند، وقتی دور از وطن خود گشتی، به هر رضایتی الله تبارک و تعالی به هموطنان خود یاری رسانه، از آنان دست یاری خود را دریغ مدار. امروز بسیار اندون جوانهایی که عقل کوتاه دارند و سبک اندیشه می کنند، برای دوستی خطاگی عادی که در حیات وامی خورد، این یا آن برادر و هموطن خود را یا اینکه لط و کوب می کنند، یا اینکه بسیار دشنام‌های قبیح و سخن‌های غیر شریعتانه میزنند. و البته بسیار جوانان هستند میگن من مسلمانم. ای انسان، تو به هیچ کس نگوی که تو مسلمانی، تو با اون رفتار خوب خود نشان ده که تو مسلمانی. من مسلمانم میگه و هزار یک قسم میخوره و لیکن باز اون هموطن خودش و باز اون برادر و یار و دوستان خودش در این شهر غریبی اگر به زبان روسی گوییم کدت میکند و حق اونها را پایمال کرده، در نزد مردم دیگر ملت آر ناموس انسانی خود را و آر ناموس ملی خود را پست میکند. حالا که پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند کل بنی آدم خطاکار است، یعنی ما همه یک بنده عاجز و ناتوانیم و البته در زندگی بسیار خطاگی میکنیم، لیکن این انسان این سبب شده نمیتواند که تو یک انسان را از حیات محروم کنی، یک انسان را کیدت کنی، یک انسان را حقش بخوری و فرزندان اونها را گرسنه و تشنه بمانی. به حرمت خداوند ای برادر، یک لحظه خوب اندیشه کن در این شهر غریبی با برادران آن هموطنان خود همچون انسان، همچون یک مؤمن و مسلمان رفتار کرده. کوشش کن تا با آنها زیان خود را نرسانه. کوشش کن با آنها یک یوری خوبی رسانه که در زندگی راهی خوبی خود را پیدا کنند و در حق تو هم پدر و مادر اون، هم فرزندان شیرین اون، عموما خود اون برادرت در حق تو همیشه دعاگوی باشد. شاید در مصرع خود میگه زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست. یعنی این زندگی راهی پست و بلند زیاد دارد و هر شب در آسمان ستاره نیست، چون که میبینی هر شب در این آسمان تو اون ستاره های زیبا را دیده نمیتوانی باذن الله. البته در حیات یکی میبیند مشکل و دیگری میبیند یک خرسندی، یکی میبیند درد و حسد و دیگری میبیند بای و بدولت. از این لحاظ ای دوست من، ای بنده خدا، ای فرزند آدم، ای انسانی که خود را بنده الله تبارک تعالی میشماری و کلمه شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله را ذکر میکنی. به حرمت خداوند در این شهر غریبی خواه با آن برادر باشد یا اینکه خواهر، اونها را دستگیری کن و نام اونها را در جامعه پست مکن، چون
در این شهر غریبی ما 2 روزه مهمانیم و کوشش کن تا به نزد پدر و مادرت با سری بلند روی. یعنی وقتی تو با اون وطن خود میروی، اون انسان هایی که به فرزندانشان تو دیاری دادی به تو بگن که بر پدر تو هزار رحمت، نه اینکه برعکس. به حرمت خداوند ای برادر، ای خواهر، این شخصانی که در راه مسافر قرار دارین، به قدر همدیگر رسیده و در شهر غریبی به همدیگر همیشه دستگیر و یاری دادن را دریغ مدارین. الله تبارک و تعالی هر یک ما و شما را به راه راست هدایت کنه و از راه شیطان، از وسواس آن و از کبر و تکبر و ریا دور گرداند. و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام، دوست برادر شما امید رحمت. الهی در این روز سعید جمعه الله تبارک و تعالی همه اون نیت خیری که در دل شماست آنها را جامعه عمل گردانه و به نیت‌های دینی و دنیویتان انشاءالله که برساند. الله تبارک و تعالی یار و مددگار هر یک شمایان باد.